سلام، من مجید هستم از نیهونگو بای مجید. اگه میخوای ژاپنی رو از پایه درست و اصولی یاد بگیری، جای درستی اومدی. امروز هم میریم سراغ 5 حرف بعدی هیراگانا که سا، شی، سو، سه، سو هستش. پس بزن بریم. خب میریم سراغ اولین حرف یعنی سا. با 3 مرحله نوشته میشه و لغت نمونه‌ش هم مثل ساکورا، دیگه اکثرا اینو میشناسید، همون شکوفه گیلاس، ساکورا. پس بریم حالت نوشتنش هم ببینیم برگردیم. با 3 حرکت نوشته میشه، با 3 مرحله همونجور که میبینید و من براتون الان مینویسم، شما هم با من تمرین کنید. یک، قلممون رو ما عوض کنیم، ببخشید. یک، دو، سه. یه بار دیگه. یک، دو، سه. یک، دو، سه. یک، دو، سه. اینم اگه بخوام یه راهنمایی کنم که تو ذهنتون بمونه، یه به علاوه رو فرض کنید، بعد یه دایره دورش. تفاوتش اینه که این به علاوه میچرخه به سمت چپ و این دایرمون از اینجا فقط باقی میمونه، بقیه قطع میشه. اینجوری هم میتونید یاد بگیرید. یک، دو، سه. که خودشون حالا با خطاطی یه همچین حالتی اینجوری هم میکنن، حالا اینا زیاد مهم نیست. حالا با من تلفظش هم تکرار کنید. سا، سا، سا. حرف بعدی شی هستش. تکرار کنید. شی، شی، شی. لغت نمونه‌ش هم مانند شیرو، یعنی سفید. شیرو، شیرو. با یه مرحله نوشته میشه، خیلی راحته. شی. به همین شکل با یه حرکت نوشته میشه. حالا میتونین اینو به صورت یه ال یادتون بندازین که پایینش گرد شده و هر جور که راحتید. یا مثلا میتونید اینو به عنوان یه بیزی حساب کنید که وسط به این شکل نصف شده که قسمت پایینش میشه شی. اینم یه روشه، هر جور که خودتون راحتید. پس شد شی، شی، شی. سعی کنید تمرین کنید و تلفظم تکرار کنید که ملکه ذهنتون بشه. اینم از شی. فقط یه نکته مهم اینجا هست که اشتباه نکنید. سا، سی نیستش، شی هستش. اینا استثناء هستش. یعنی وقتی میگید سا بعدش میشه شی. اشتباه نکنید بگید سا، سی، سو. میشه سا، شی، سو. حواستون باشه. حرف بعدی سو هستش. سو. تکرار کنید. سو، سو. با 2 حرکت نوشته میشه و لغت نمونهش مثل سوشی. اینو دیگه همه شما میشناسید. سوشی، سوشی. که با 2 حرکت نوشته میشه. یک، دو. یک. من این پایین می نویسم اینو که متوجه شید این 2 تا به هم میاد میکس میشه چه شکلی میشه. پس شد یک، دو. اینو فکر میکنم میتونید به این شکل یادتون به نظرم میتونید اینو به این شکل به خاطر بسپارین که این واو خودمونه که یه دونه الف هم اومده بهش چسبیده. یعنی شما در واقع یه خط افقی میکشه، یه خط عمودی که الفمونه، پایینشو بکن واو، میشه سو. حالا یه مقدار این خطمون منحنیه و واومون هم که عین واو خودمون بمونه. یک،
دو، یک، دو، یک، دو، یک، دو. سو. این هم از خط سو یا الفابت سو. حرف چهارم این جلسه سه هستش. سه که با سه حرکت با سه مرحله نوشته میشه. لغت نمونه‌ش هم سکای یعنی دنیا. سکای سه. این همونجوری که میبینید با سه مرحله نوشته میشه. یک، دو، سه. یک، ببخشید، میریم سراغ حرف بعدی سه که با سه مرحله نوشته میشه. یک، دو، سه. یک، دو، سه. یک، دو، سه. این الان ایده ای ندارم برای به خاطر سپردنش که بهتون ایده بدم. حالا خودتون یه راهکار پیدا کنید. اگه فکر کنم من مثلا اینجا رو به علاوه حساب کنیم که اگه این وسط خود این ورتر و یه ال فرض کنیم بیاد بغلش. این در واقع یک به علاوه به این شکل یه ال میاد وسطش کنارش. این شد سه. و حرف پنجم و حرف آخر این جلسه سو هستش. سو. کلمه نمونه سورا یعنی آسمان. سو. حرف سو هم با یه حرکت نوشته میشه، با اینکه یه خورده متفاوته، ولی اشتباه نکنید. یک، دو، سه و اینها نیست، همه با یه حرکت نوشته میشه که به این شکل. یه بار دیگه سو. اگه میخوایم به خاطر بسپارین، فکر میکنم میتونید مثلا اینو به عنوان یه زد حساب کنید. اینو یه نیم دایره، یا مثلا اینو فرض کنید مثل دو انگلیسی، خط پایینش یه نیم دایره. سعی کنید به هر روشی که خودتون فکر میکنید میتونید به خاطر بسپارین انجام بدین، چون ژاپنی همش تصویره، همش یعنی نقاشی میمونه. حالا اینا که الفابتش هست، اما به کانجی ها که برسیم حتما باید یه تصوری از اون کانجی، از اون خط چینی داشته باشین که بهتر ملکه ذهنتون شه و فراموش نکنید. پس این شد سو. خب جمع‌بندی این جلسه با هم تکرار کنید. 5 حرف اس هستش یا همون سا هستش. میشه سا، شی، سو، سه، سو. سا، شی، سو، سه، سو. الان ویدیو رو پاز کن و هر کدومو 5 بار بنویس و با من تکرار کن. سا، شی، سو، سه، سو. نکته مهم اینه که هیراگانا رو بنویسی، بخونی و با صدا تکرار کنی. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک کن، کامنت بذار و سابسکرایب کن تا هیراگانا و درس‌های دیگر رو با هم ادامه بدیم. تا بعد، خدا نگهدار. ماتانه.